امام خطیبان مسجدهای ازبکستان در نماز اخیر جمعه تجلیل سال نو میلادی را برای مسلمانان هم عقلاً و هم شرعاً جایز نامیدند. امام خطیبان به نمازگزاران متن موعظه از سوی اداره مسلمانان ازبکستان تهیه شده را قرائت کردند که آن جشن گرفتن سال نو میلادی را برای مسلمانان جایز می‌شمارد. در موعظه از جمله گفته شده است که عقیده جشن مسیحیان نه مسلمانان بودن سال نو درست نیست و این عید باید چون نقطه تحویل سال یعنی انجام یک سال و آغاز سال دیگر ارزیابی شود. خلاصه این موعظه یا تزیس های توصیوی را در سایت اداره مسلمان های ازبکستان نشر کردند. و حالا در صحبت با ما خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی برنا انور است. برنا، آیا اداره مفتیات دعوت استقبال سال نو را چگونه شرح می‌دهد؟ ما از شنونده های خود اطلاع گرفتیم که در نماز جمعه روز 26 دکبر امام خطیب های شهر توشکند و دیگر شهرهای کلان ازبکستان از نمازگزاران دعوت کردند که سال نو را پیشواز گیرند. بعداً معلوم شد که یک مفتیات ازبکستان هم یک مراجعتنامه را نشر کرده که در آن گفته می شود که شریعت پیشوازگیری سال نو را اجازه می دهد. در متنی که در سایت چاپ شده است گفته می شود که مسلمانان می توانند سال نو را با نیت‌های نیک با سپاس از فرارسی سال نو یعنی موافق فرموده قرآن پیشواز گیرند. در این مراجعتنامه همچنین از سوره روم هم اقتباس شده است که در آن خرسندی مسلمان ها از پیروزی بر کافران تاکید شده است. از این خاطر مفتیات میگوید که مسلمانان می توانند نمایندگان دیگر مذهب ها را تبریک کنند چون که آنها هم به خدا اعتقاد دارند. شما با معاون مفتی هم صحبت کردید، اون کس چی میگوید؟ معاون مفتی ازبکستان شیخ عبدالعزیز منصور که همچنین رهبری شعبه فتوا را به عهده دارد در صحبت با ما شرح داد که در قرآن چند آیت هست که به مسلمانان حساب و کتاب سال را از روی تقویم شمسی و قمری امکان می‌دهد. شیخ میگوید اگر ما دعا و نماز را از روی تقویم قمری و دیگر کارهای خواجگی را از روی تقویم شمسی به راه مانده باشیم، چرا سال نو را با نیت‌های خوب و دعا و آرزوهای نیک پیشواز نگیریم؟ اینها خلاف اسلام نیستند. عین زمان شیخ تاکید کرد که مسلمانان سال نو را میتوانند پیشواز گیرند نه عید کنند، یعنی او را دادن ارچه نوشیدن مشروبات ممکن نیست ولی او را دادن دسترخوان و دعوت مهمانان روا است. تشکر. برنا انور همکارم از رادیوی آزادلیک یا بخش ازبکی رادیوی آزادی بود.